سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. و از شما دوستای بسیار نازنین تشکری میکنم که ویدیوها را همیشه میبینین، کامنت میگذارین و لایک میکنین. کامنت های زیبای شما برای من بسیار یک انرژی مثبت است و این مرا کمک میکنه که من زیادتر در خدمت شما قرار بگیرم. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد تمرین نوت ها امرای تمپورا می باشه. دوستای عزیز، بازم من قسمی که در دو ویدیوی گذشته ایده تشریح کردم که تمرین نوت ها بدون ارمونیا یا اچاله موسیقی هم به کمک تمپورا بسیار لازم و ضروری است. این بسیار زیاد بر ما کمک میکنه. فرض مثال ما میتونیم که با کاراوکی خوب بخوانیم. ما مثلا یک جای اگر هارمونیا به دست ما نباشه، ما باید خوب خوانده بتونیم، درست بتونیم. فرض مثال اگر که ما در یک جایی میخوانیم و یک هنرمند است که در پالیوم ششته او غلط میکنه، نوت غلط میکنه، غلط مینوازه، ما نباید زیر تاثیر از او بیاییم. ما باید است که نوت های خود در کنترل خود داشته باشیم و ما باید درست بخوانیم. یعنی این برای ما کمک میکنه که ما به پای خود باشیم، یعنی وابسته به نوازنده نباشیم، وابسته به آله موسیقی نباشیم. ما بتونیم که به تنهایی خود ما صدای خود بکشیم و به تنهایی خود ما درست و بسر بخوانیم. میریم دوستای عزیز تمرین میکنیم نوت ها را با تمپورا. همونطور که شما دوستای عزیز در ویدیوی گذشته دیدین که ما به واسه تمپورا، اینمی هم خودش تمپورا است. بازم راگ بهروی را، نوت های راگ بهروی را تمرین میکنیم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا. خب یک چند دفعه این رقم تمرین میکنیم که به مغز ما این نوتا بیشینه، یعنی اسکیل به مغز ما بیشینه. بعد از اون ما قسم تمرین میکنیم که وقتی که ما از طرف نوتای که فرکانسی صدایش پایین تر است از این طرف شروع میکنیم به این طرف میریم، برعکس نوتا را ما میخوانیم. یعنی اینجا سا، اما ما نوت اکتیو بالا را اپر اکتیو نوتش میگیم. این ما فشار میدیم اما این میخوانیم. این چرا؟ به خاطر از اینکه ما کنترل سر خود داشته باشیم، سر مغز خود داشته باشیم. یعنی مغز ما نتونه که بازی بخوره، نتونه زیر تاثیر هارمونیا باشه. ما باید از مغز خود در کنترل داشته باشیم، سرار ما خود ما در کنترل داشته باشیم. یعنی هر چقدر که هارمونیا اگه بخواه که ما را بازی بده، فریب بده، ما باید از نخوریم. و ما به خاطر از تمرین زیاد کار داریم، ما تمرین باید از بکنیم. فرض مثال یکی از تمرین ها همی است که دوستای عزیز، ما یک کاملا سرچپه خواندیم، یعنی سا ری گا نواختیم اما ما خواندیم سا نی دا، یعنی مکمل ما سرچپه خواندیم. شما یک دفعه دیگه بازم اینو ببینین دوستای عزیز. من فشار میدم سا ری گا اما ما میخوانیم سا نی دا، او را میخوانم و ما فشار میدم مثلا ما پا دا اما ما پا
دپ مره میخوانم، یعنی مکمل من سرچپه میخوانم. اول نرمال میخوانم، شما ببینین سا ری گا ما پا دا نی سا. از اینجا سرچپه میایم. سا ری گا ما پا دا نی سا. سا نی دا پا ما گا ری سا. دوستای عزیز، این یک تمرینی است که شاید مشکل باشه، ولی پس آن آیسته آیسته آدم باز بلد میشه و این یک تمرین بسیار خوب است برای اینکه ما نوت ها را در مغز خود و در کنترل خود داشته باشیم. که این شما همچنان روزانه مس نکنین، حتما تمرین کنین. و تمرین دیگه ما قسمی است که ما فرض مثال یک آهنگ است که باید واید کنم. اول ما ایره از امی اسکیل سی می خوانیم، بعد واید کنم، بعد واید کنم، آوید گرم باشه نانت همه یخ، و بعد واید کنم، بعد واید کنم. گفتم که به پارک جاده تنها نروی، و ظالم رفتی، هی بدواید کنم، بدواید کنم، آوید گرم باشه نانت همه یخ. خب حالا من ایره از سی خواندم، اما ما آل نال نقطه را، یعنی ما اسکیل تغییر میتم، در دی شارپ میرم. ما باید سر مغز خود کنترل داشته باشیم که مغز مرا فریب نده، در حالی که گوش مشنوه، مغز مشنوه اسکیل دی شارپه، اما ما باید بتانم خوانده از سی. شما ببینید. خب بیشتر من از اینجا خواندم، در مغزتان است. حالا کل که شما در اینجا میبرین و شما کوشش میکنین که از سی باید از بخوانین. بدواید کنم، بدواید کنم، آوید گرم باشه نانت همه یخ، و بدواید کنم. گفتم که به پارک جاده تنها نروی، و ظالم رفتی، بدواید کنم، و بدواید کنم، آوید گرم باشه نانت همه یخ، و بدواید کنم، بدواید کنم. ما از اینجا می خواندم، اما کلک ما اینجا بود. یعنی این بسیار مهم از دوستای عزیز که گوشتان بشنوه این اسکیل، اما شما از این بخوانین. تمرین آسانی است دوستای عزیز. مطمئن هستم که برایتان مشکل شاید باشه برای کسایی که نو شروع میکنه. برای ما هم حتی مشکل است که ما هم چقدر وقت است تمرین میکنم. آسان است دوستای عزیز. شما امیدتان از دست نتین، تمرین کنین. انشالله که یک روز میشه که مغز شما در کنترل خود شما می باشه، نه در کنترل هارمونیا. دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که یک موضوع جالب بوده باشه و از شما بسیار تشکری میکنم که تا آخر ویدیو با ما بودین و ما رو سپورت کردین. تا هفته آینده شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بای بای.